الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. از زیباترین اخلاقیات و که مسائل اخلاقی بسیار مهمن و بسیار حیاتی. روز قیامت فرمودن در حدیث شریف آمده که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم فرمودن وزن وقتی که اعمال بندگان را سنجش می کنند نیک و بدشان را در قسمت نیکی ها مهمترین نیکی مهمترین خوبی عمل صالح انسان اخلاق نیک هست. اخلاق نیک وزنش نزد الله تعالی بسیار بزرگه و در اخلاق نیک اخلاقیات صداقت چیزی است که خیلی وزن داره، خیلی تاثیر گذاره، خیلی مؤثر هست و خیلی مهمه و حیاتی است. آن هم صداقت مخصوصا در وقتی که بر انسان ظلم واقع بشود و انسان مظلوم قرار بگیره و دروغ باز نگه، هم راست حرف راست بگوید. حق یا انسان
ظلم کرده در حق کسی، حق مال کس دیگر است و به حق اقرار کند و اعتراف کند، چون صداقت تقاضا می کند، امانتداری تقاضا می کند، اخلاق تقاضا می کند که انسان راست بگوید. انسان زبانش را کج نکنه، این مهمه. صداقت خیلی مهمه. واقعیت ها نزد الله تعالی بسیار پسندیده هستند و محبوبند که انسان واقع گرا باشه و حق گرا باشه، حق رعایت کنه، واقعیت ها را در نظر بگیره و صداقت داشته باشه و امانت داری داره. و همینطور نزد الله تعالی چیزی که خیلی نفرت انگیز دروغه، که انسان دروغ بگه. دروغ بسیار زشته و دروغ چهره آدم سیاه میکنه. و در منطقه یک چیز معروفه هست که میگن فلانی دروغ گفت و چهرهش روش را سیاه کرد. یعنی معلوم میشه که بزرگترین روسیاهی و سیاهی چهره یعنی که انسان حرف دروغ به زبان بیاره. صداقت یک رنگی، یک چهره، یک زبان و واقعیت ها در نظر باشه. این خیلی الله را پسند میشه. الله دوست داره که شما جایی که حق به، حتی کسی که دشمن شماست، مخالف شماست، ولی حق به جانب او شما اقرار کنید که حق مال ایشونه، حق مال من نیست. این الله خیلی میپسنده. و در صدر اسلام اون وقتی که اخلاق ها همه صحیح و درست بودن و برابر با سیره و اخلاق آن حضرت بودن، این صداقت در چهره صحابه کرام، در چهره اهل بیت آن حضرت فرزندان حضرت نمایان بود. دوره بعدی که آمد متاسفانه مشکلات آمد. دور عمل، دور ایمان، دور صداقت، دور یک رنگی، دور حضرت رسول صلی الله علیه وسلم خیر القرون بود، دور صحابه کرام بود و غیر از صدق و صداقت چیزی بلد نبود. و این خیلی مهمه. و الله تعالی در این آیه همین ارشاد فرموده که شما قوموا لله، برای الله بایستید، برای الله قیام کنید، برای الله بایستید، یعنی برای اطاعت از الله، برای حقوق پروردگار، برای اطاعت از دستورات الله بایستید. منافع خودتون در نظر نگیرید، منافع مادی و دنیوی در نظر نباشه. در نظر نباشه که طرف مقابل چه کسی است. شما برای الله بایستید و شهادت برای با شهادت شاهد بدید، برای عدالت شهادتتون، گواهیتون، اقرارتون، اظهاراتتون حقانی باشه، راست باشه و درست باشد در مقابل هر کس. اینجا فکر نکنید در آیه سوره نساء می فرمایند که طرف زینف، اینجا پدرتون زینفه، مادر زینفه، والدین، خویشاوندان، نه. شما نگاه کنید حق چیه، نگاه نکنید که اینجا پدر شما هست.
شما میخواید به نفع پدر شهادت بدید، قضاوت کنید، اظهار نظر کنید. نه، شما نگاه کنید بر الله را و برای الله باشه شهادت شما. اظهاراتتون برای الله در نظر بگیرید و برای حق در نظر بگیرید. نگاه نکنید که اینجا طرف دشمن شمایه، پدر کشته شما، برادر کشته شماست، بلکه نگاه کنید که حق چیه، صداقت چه هست و حق بگید. در این نجات انسان را الله تعالی در صداقت قرار داده. فإن الصدق ینجی والکذب یهلک. و در خطبات قدیم خوانده میشه که صداقت مایه نجات و کذب مایه هلاکت. اگرچه ظاهرا سبب نجات هم بشود، اما این کذب الله را ناراض میکنه و اخلاق انسان، اخلاقیات را انسان زیر قدم گذاشت. ولا یجرمنکم شنآن قوم، بغض قوم، دشمنی قوم شما را وادار نکند که شما حرف راست را نگی. صداقت خیلی مهم. صداقت دل طرف تسلی میکنه، مایه تسلی او میشود و بهتر شما میتوانید که دل او را به دست بیارید، الله راضی بشود. همه طرفای در مسائل جریانات سیاسی، در جریانات اقتصادی، در خصومتهای قومی، در خصومتهای مرزی، در خصومتهای بین المللی، در تمام خصومتها و جریانات صداقت مهمه که رعایت بشود. صداقت و یک رنگی، این خیلی مهمه که ما حرف درست بزنیم و خوشنودی الله و رضامندی الله تعالی. این صداقت برای علما مخصوصا بسیار حیاتی و مهمه. علما باید حرف راست از زبان بیاورد و آگاهیشون بیشتره، اطلاعاتشون بیشتره. هرچه که انسان اطلاعات و آگاهی بیشتر به مرضیات الله تعالی داشته باشه، رضامندی الله، مسئولیتش هم سنگین تر می شود. برای مسئولان مهمه، برای بزرگان قوم مهمه، برای همه مهمه، مخصوصا مسئولان، کسانی که مردم به اونها رای اعتماد دادن و اینها را سر کار آوردن، اینها باید غیر از صداقت چیز دیگه زبانشون نیاید، با ملتشون با مردمشون حرف راست بزنن. فیصله هم عادلانه باشه، به حق باشه، برابر با واقعیت ها باشه. سیاست توی قضاوت نیاید، سیاست در مسائل دیگر نیاید. سیاست البته سیاست صادقانه که سیاست اسلامی هست و در او غیر از صداقت چیز درست نیست، مگر در حالت اضطراری، در حالت خطر یک چیزی اگر باشه ولی اصل امونی که باید صداقت رعایت بشه، واقعیت ها رعایت بشه. و متاسفانه یک چیزی که ما همیشه شکایت داشتیم، همیشه گفتیم، توی ملک ما صداقت خیلی کم هست و دروغ خیلی زیاده، شایعات خیلی زیاده و این دروغ خیلی خطرناک است. ما ببینیم وقتی گاهی توی تاریخ گذشته گاهی با حتی بزرگان دین دروغ نسبت داده میشه، روایت دروغین توی حدیث.
دیوارها بسیاری اوقات حدیث نوشته شده که واقعیت هیچی نداره و توی بعضی روایت ها، توی بعضی بالاخره نسبت ها که به گذشتگان داده میشه که فلان کرده، فلان شده، تاریخی گذشته، و لحظه‌ای خیلی کمه. صداقت مهمه. انسان موظفه که صداقت را در همه جا جستجو بکنه و صداقت را به زبان بیاورد و از تهمت و از افترا و از دروغ به شدت پرهیز بکنه و همین دعا را از الله تعالی کردیم و از الله تعالی خواستیم که الله تا زنده هستیم بس در مسیر صداقت باشیم، در مسیر واقعیت ها قرار بگیریم و به ما توفیق بده که حامی مظلوم باشیم. حرف مظلوم، حرف حق به زبان جاری بکنیم و شما هم دعا کنید برای ما هم برای شما دعا میکنیم که بعض متاسفانه از ما هستن که عادت کردن به دروغ و روان زبانشون روان اصلا گیر هم نمیکنه آدم و این درست نیست. باید ما کنترل کنیم خود را و عادتهای نامناسب را تغییر بدیم در معاملات و در تمام امور و مسائل حقوق غیر از صداقت چیزی نباشه و این به هر حال از مدتی هست که یه جریانات توی کشور هست و به هر حال یک طیف بزرگی از جامعه و ملت به هر حال خواسته های دارند، هم در بخش های اقتصادن و معیشت و زندگی و این تقریبا مال همه هست و در بخش های سیاست و مسائل سیاسی که در مسائل سیاسی نقد دارن و انتقاد دارن و مسائل دارن و صحبت میکنن جریانات سیاسی و در این قسمت خیلی هم تو زندان رفتن و 98 جریان پیش آمد، بعد 1401 پیش آمد و اینها مسائل هم سیاسی، مسائل اقتصادی و مسائل گوناگون کشور بود و مردم ایران خواستهایشون مطرح کردن که چه میخواهم و بهترین رویه در این مسائل آن است که نگفته نمانه که نه همه ملت ایرانند که در 57 بعد از پیروزی و انقلاب این همه را دادن، ملت به طور قاطع و اکثریت به جمهوری اسلامی را داد و جمهوری اسلامی را، نظام اسلامی را به عنوان سیستم حکومتی خود انتخاب کردند به امید این که مشکلات دین و دنیایشون حل بشه، سیاست ها به نحو تنظیم بشوند و برنامه ها به نحو قرار بگیرند که هم دنیایشون مردم آباد بشود و هم آخرتشون آباد بشه و دارای مردم ایران به صورت اکثریت قاطع مسلمانان و مردم ایران اعتقاد به آخرت دارن، به حساب و کتاب دارن، اعتقاد به خدا دارن و اکثرا پیرو دین آخری دین خدا دین اسلام، دیگه هم هست، یهودی هست،
نصارا هست، اینا هم وطنان ما، کسی هر گرایش داره هم وطنان ایرانی همه ما هست. اینا این انتظار داشتن که هم دنیایشون ساخته بشود و هم آخرتشون ساخته بشه. دنیا هم برای اونا بهشت قرار بگیره و آخرت هم برای اونا باد بشه و بهشت بشود. و بر این اعتقاد بودن که دین اسلام بهترین دین، آخری دین. و دوران حضرت علی را یاد می کردن اهل بیت، دوران صحابه کرام و خلفای راشدین و دور حضرت رسول صلی الله علیه وسلم. و به همین که انشاءالله خوب می شود رای دادم. ولی به هر حال سلیقه ها بعد که آمدند و سلیقه های مال شدن بسیار در امور، و به هر حال سمت و سوهایی که گرفته شد در این ناراضگی آمد. او زمان این بود که مردم خیال کردن که وقت اسلام می آید تبعیض و نابرابری مرتفع میشه، ربط میشه بین اقوام، بین مذاهب، بین ادیان، بین ایرانی ها، از زن و مرد همه بالاخره یکسان برخوردار می شوند و مساوات و برادری در میانشون اعمال می شود. و روزهای خیلی خوشحال کننده بود و مردم خوشحال بودند و امیدوار بودند به آینده. مسائلی که در گذشته شکایت داشتند و نگرانی داشتند، مردم گفتند که اونا برطرف می شوند و رفع می شوند و دیگه تمامه، دیگه ایجاد تبعیض نخواهد بود. آزادی است، آزادی بیان، آزادی کلام، آزادی های مذهبی است و انواع آزادی ها هستند و دیگه مشکل نخواهند داشت. ولی هزار کنون مردم صبر کردند. ملت ایران ملت صبوری است و از ملت های بسیار ممتاز دنیا است. صبر کردند، شکیبایی نشان دادند و از مدت است که این شکایت ها بالا آمده. بالاخره برای همین فقر و تحریم های طولانی که در کشور آمدند خیلی نقصان رسوندند، ضرر رسوندند. سوء استفاده های مالی در کشور بسیار نقصان زد و ضربه زدن به اقتصاد. از طرف سوء استفاده های مالی فساد مالی موج زد و از یک طرف دیگری تحریما و راهکار و رای حل در نیامد برای آنکه که تحریما مختصر بشه و برداشته بشود و چاره‌جویی نشد در این مدت طولانی و بالاخره فشار در زندگی مردم وارد شده است. مردم هم از سیاست ها ناراضند، داخلی و خارجی، و مردم ناراضی‌اند از وضعیت اقتصاد و معیشت. و مردم ایران بهترین صورتش آن بود که با مردم به گفتگو می نشستند، هم در مسائل اقتصادی و معیشت و هم مسائل سیاسی. بارها گفته شده که اقتصاد با سیاست گره خورده و اگر سیاست حل بشوند مسائل سیاسی، اقتصادی خود به خود نیاز به هیچ کارشناس نیست، نیاز به هیچ ماهرین اقتصاد نیست. شما سیاست تنظیم کنید و اصلاح کنید، اقتصاد حل میشه. اقتصاد در یک ضربه بزرگش در همه اختلافات سیاسی عالم میشنن که خیلی کارشناسان اینا اظهار میکنن، ولی از مدتهای مدیدی که
همین ما عرض کردیم که این سیاست شما حل کنید، سیاست های داخلی، سیاست های بیرونی مملکت. گفته اگر سیاست های خارجی را نتوانید حداقل سیاست های داخلی را حل کنید تا ملت شما را همراه باشه، با شما باشه و شما بتوانید بیتر ایستادگی و مقاومت بکنید. همه این دلسوزانه، همه این خیرخواهانه مغرضانه نبوده. و بارها عرض کردیم که ما مرهم میدانند اما مسئولان میدانند مردم. گفتیم ما نخواهان موقعیتیم و نخواهان پستیم و مقامیم. یکی میخواهد که مقامی داشته باشه، پسته. من اصلا طبیعتم با این میل کوچکترین میل در گذشته که رابطه نزدیکتر داشتم با مسئولان و او زمانه هم زمینه برای موقعیت فراهم بود. بالاخره من بعض صحبت هم شد و من گفته که اصلا من همین حالتی که هست همین همی پسندم. حرف دلسوز و حرف خیرخواه اگر شنیده بشه و این فرصتی است برای انسان. حالا یکی مقصدی داره، اغراضی داره، او چیز دیگری است. او حسابش جدای از اونه که به هر حال حرفش برای مردم باشد و خدا بکنه که حرف ما برای الله تعالی باشه، برای مردم باشه و نه برای اغراض نفسانی و خود ما باشد. و لحاظ بهترین صورت در تمام دنیا نه، بهترین سیاست آنه که حرف مردم شنیده بشه. وقتی مردم ناراضیان، صحبت دارن، مردم ایرانن و ولی نعمتان، اینها هستند که ما هرچه مسئولین داریم، هرچه در به هر حال اینجا افراد مشغول در دوائر دولتی هستند، از مدیران رده بالا تا پایین، اینا همه برای مردم انتخاب شدن. حالا جای مستقیم مردم رای دادن و بعضی جا بالواسطه کسانی را که مردم منصوب کردند و رای دادن، انتخاب کردن، منصوب اونها هستند. و لحاظ همه در با انتخاب بالواسطه آمدن یا مستقیم آمدن. و لحاظ مردم ولی نعمتن، مردم صاحبان وطنن و اکثریت به مردم هست و باید رضایت مردم جلب بشه. ببینیم سیاست ها با مردم مشورت بشه و اصلاح بشوند. وقتی که حرف مردم شنیده بشود، اقتصاد و فرصت طولانی گذشت و متاسفانه نشد و ای اخیراً به هر حال این جریان اخیر که رخ داد و مردم اعتراض کردن، به صحنه آمدن، هم مناسب ترین حالت همین بود که همه ما ایرانی هستیم و صاحبان این وطنیم، باید بیشتر برای یک دیگه دل بسوزیم و باید نسبت به یک دیگه بیشتر خیرخواه باشیم و بالاخره حرف مردم میشنیدیم و در فکر تغییراتی بودیم که مردم میخواهند، در فکر آنچه بودیم که خواسته مردمه. خواسته مردم برآورده کردن مایه رضامندی الله تعالی، عموم مردم منظوره، نه افراد خاص. وقتی عموم مردم خواسته هایشون رسیدگی بشه و ما تن بدیم به خواسته های عموم ملت و عموم مردم، بعد رضامندی الله ملت، در رضامندی ملت رضامندی الله تعالی است. خدا خوشنود میشد. ما اگر در مقابل مردممون تواضع بکنیم، دستور الله است. الله حضرت رسول دستور داده که شما
در واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، شما بازویتون شانهتون را نرم کنید، پایین بیاورید در مقابل مؤمنین. و یک جای قرآن به فرزندان دستور داده که فرزند بازوش را در مقابل پدر و مادر پایین بیاره و بازوش را پایین بکشه در مقابل. و حاکمان الله تعالی اینجا حضرت رسول دستور داده که تو در مقابل مردم بازوی تو را پایین بیاور، یعنی در کنار مردم باش، یعنی حرف مردم را بشنو، مردم را ببین و با مردم همراه باش. و چه سیاستی را الله تعالی به پیامبر داده. و در مدینه منوره همون بعض گرفتار نفاق بودند و گفتن پیامبر سر تپا گوشه، حرف هر کسی را میشنود. و لحاظ اونها یک مطلب همینه که گفتن که شما حتی اگر کسی بیره دروغ بگه حرف او را گوش میکنه، خوبی بگه هم هر چه بگه گوش میکنه. و الله تعالی فرمودند که این از روی تمسخر و استهزاء هم میگفتن، فرمودند که این که پیامبر سر تفا گوشه، این به نفع شماست، به خیر شما. پیامبر بد اخلاق نیست، علیه بالله تندخو نیست، نه فظا غلیظ القلب می فرماید که اگر پیامبر سخت دل بود و بد اخلاق بود و می فرماید همه مردم از شما فرار می کردن می رفتن، ولیکن شما خوش اخلاق پیامبر. اونایی که در جنگ احد اشتباه کردن، سبب شهادت 70 تن شدن، سبب شکست مسلمانان در احد شدن، تپه را ویل کردن پیامبر، اونها را ملامت حتی هم نکرد. وحی چه اخلاق زیبایی است. و الله آیا نازل کرد و درس داد که ای مردم، شما میگید از کجا شکست، چرا برای شکست میگردید؟ شما خودتون، قل هو من عند انفسکم، شما خودتون خود را شکست دارید. چرا امر رسول الله را که گفت تپه را ویل نکنی ویل کردی؟ اونا یک عده‌ای بودن، تقریبا 40 نفر تپه را ویل کرد، لشکری را شکست داد. و حضرت رسول زخمی کرد، حضرت رسول بیهوش شدن و حالت اغما آمد بران حضرت. و لحظه حاکم باید سر تپا گوش باشه، اگر بر سیره آن حضرت، اگر بر سنت آن حضرت، حاکم نباید تند باشه و اخلاقش تند باشه، رفتارش تند باشه، ولی سیره حضرت رسوله. و ما وقتی که خود را نسبت میدیم به حضرت رسول، خود را نسبت میدیم به حضرت علی که فرمود این حکومت برای من فشیزی ارزش نداره اگر اجرای عدالت نبود. اگر اجرای عدالت، حضرت علی به نحوی رفت از دنیا که هیچی نداشتن، نرفتن دنبال مال، نرفتن دنبال دنیا و با مردم کنار مردم بودن. حضرت حسن بعد از حضرت علی رضی الله تعالی عنہ که بیشترین قسمت جهان اسلام را به دست داشت و برتری نظامی داشت بر معاویه، همون اختلافی که سابق بود باقی مانده بود، در میان مسلمانان اختلاف افتاده بود و حضرت حسن بعد به جانب حق بود، اونها خطا بر خطا بودن. اهل سنت معتقده که خطای اونها اجتهادی بود، صحابه بود اون طرف. حضرت حسن رضی الله تعالی عنه گفت که من راضی نیستم که مسلمانان را به کشتن بدم،
و صلح کردم با مسلمان. صلح امام حسن برقرار کرد. بعد وقتی که به کوفه برگشت کسی حضرت حسن گفت که تو مؤمنین ذلیل کردی. حضرت حسن گفت نگو فلانی اسمش را با حرفا نزن. گفت که من خونریزی را جلوگیری کردم. من دوست ندارم که برای بقای خودم به خونریزی بپردازم. این حسنه، حضرت حسنه. به هر حال ما همه ایرانی هستیم و هرچه که در این جریانات ضایعات بیاید از هر طرف بیاید از ما آمده، از ایرانی آمده و بالاخره اینا همه ایرانی. اگر کشته بشیم هم ایرانی، اگر بکشیم هم ایرانی، همه ایرانی ها. ایرانی ها مردم رشیدی هستند، باید بشینن گفتگو کنن، مسائلشون به گفتگو حل کنن، مسائلشون به گذشت حل کنن. بیشترین گذشت از کسانی که در رأس قدرتند و بالاخره اونها باید پیش قدم بشن، اونها بیاید و حرف مردم رو بشنوند، ببینن که مردم چه میگویند، حرف مردم رو گوش کنند و بشنوند و خواسته مردم برآورده بشود، رضایت مردم گرفته بشود. دیگه هیچ کسی نمیتونه حرف بزنه وقتی که حرف مردم شنیده بشود. واقعا وضعیت رفته و ضایعات بزرگ متاسفانه پیش آمد و جمع کثیر رو کشته شدن در این همه یک دو روز گذشته، از شب جمعه گذشته تا غروب جمعه و به هر حال تلفات سنگین و نقصان سنگین پیش آمد و بیشترین این کشته ها مردمان، همین مردمان که به هر حال معترض بودن، مردمان که به صحنه آمدن و اعتراض داشتن و بالاخره اینها کشته شدن و الله تعالی خودش همه چیز میبینه و همه چیز میدانه و به هر حال من جا داره که تسلیت عرض کنم به جمیع عزیزان، به تک تک خانواده ها که عزیزانشون از دست دادن و جا دارد که هم توصیه کنم که کسانی که بازداشت شدن در این خیزش اخیر اونها را آزاد بشن و برگردم به خانوادهشان که به هر حال مقدار تسلیه برای آنهایی که عزیزانشون از دست دادن و برای کل ملت تسلیه و هم مجروحان به هر حال اگر بازداشتند یا بازداشت نیستند توی بیمارستان دعا کنی الله اونا را شفای عاجل و کامل بده و به خانواده برگردانه و تکرار میکنم مجدد که زندانی های سیاسی را آزاد کنی و بشنید با اونها بشنیدی که میگه شنیدن حرف همه شنیده بشود و به خواسته مردم تن دادن و شنیدن حرف اونها مایه رضامندی خدای و خیر دنیا و آخرت برای شما داره، برای همه داره
و الله تعالی عاقبت ہمارا بخیر کنه. به هر حال اب از راه درست و راه صحیح وارد بشیم و این به هر حال این خواسته دیرینه مردمه و این خواسته مردم به رسیدگی و مورد توجه قرار بگیره. امروز من در جلوتر هم همه عرض کردم که به هر حال اعتراض سالم از لحاظ عرف بین المللی حق مردم هست، اما این اعتراض نباید به خشونت بکشه و اعتراض سالم باشه. سالم معنی این که نه کسی مغازه‌ای را بسوزه، نه کسی شیشه را بشکنه، نه کسی به کسی حمله کنه و حرفش را بزنه. ولذا اعتراض سالم ما اگر کسی داشته باشه و حرف بزنه باید حرفش را گوش کنیم، حرفش شنیده بشود و به کسانی که این اعتراضات تشکیل میدن هر جا باشن باید کنترل کنن خودشون که به تشنج نکشه و ضایعات پیش نیاید. والله تعالی توفیق عنایت کنه ہمارا. و توصیه میکنم اینجا هم که هم علما هستن و هم عرض کنم که انتظامات هست و این انتظامات را همراهی کنید و همکاری کنید، به خیر شما اند و به نفع مردم اند و به هر حال با انتظامات همکاری بشه توصیه میکنم خدمت شما. بعضی این قسمت صداقت عرض کردم و یک مسائلی که مهم همینه که اعتراف های اجباری و مجبور کردن افراد که یک سری بیاند یک سری صحبت ها را امضا کنند که انجام ندادن و اعترافات دروغین این برخلاف صداقت و برخلاف دیانت و چیزی که دین این را قبول نداره. جز صداقت چیز دیگری نباید باشه. صادقانه تکبیر. متاسفانه در همون جریانات ماسا که پیش آمد و اینجا او حادثه بسیار تلخ و ناگوار 8 مهر پیش آمد، بس او زمانه همین شد که اینها همه تجزیه طلب بودن و گروه که بودن اینجا که اینجا آمدند و مردم کشتن. ولی یک حکمتی که به کار رفت همین که امنیت حفظ شد که این واقعیت برملا بشود و در نتیجه همین صبر و همین جستجو و تلاش و دفاع از صداقت و واقعیت الحمدلله آخر به آفتاب از همون زمانه گفته شد که آفتاب پشت ابر نمیمانه، واقعیت روشن می شود. واقعیت روشن شد که نه اینجا تجزیه طلبی بوده و نه گروهکی بوده. بله و اقرار کردم خود مسئولان، بعضی البته همون وقت هم و دفاع کردن بودن توی مسئولان، بعضی که گفتن که واقعیت باید در نظر گرفت، حقایق روشن بشه. متاسفانه این مسائل پیچیده تر میکنه وقتی که در گزارش ها واقعیت رعایت نشود و حقایق گفته نشود و دروغ باشه و بیشتر دشمنی ها تحریک میشوند. دل مردم روز بهتر تسلی شد که واقعیت برملا شد، حقیقت روشن شد که چه شده است. حالا او گذشت ولی به هر حال ولی بینا
مانده میمانند توی تاریخ و توصیه ما به همه طرفانه که جز صداقت، جز واقعیت، چیز دیگری به زبان نیارم. الله تعالی عاقبت همه ما را بخیر کنه و دعا میکنیم که الله تعالی تمام کسانی که در این حادثه جان دادند و در حوادث گذشته کشته شدند، شهدای جمعه خونین و تمام شهدا را الله درجات عالی نصیب بکنه. همه کشته شدگان الله تعالی مغفرت کنه و درجه نصیب بکند و الله تعالی مجروحین و زخمی ها را شفای عاجل و کامل و تمام کسانی که گرفتار شدند الله تعالی وسیله آزادی اونها را فراهم بکنه، عاقبت کشور ما را به خیر بکنه و به یک مسیر درست و صحیح الله سوق بده و مشکلات ها به بزرگی خداش که دست پروردگار است و همه ما باید خدا را در نظر بگیریم و به خدا توجه کنیم و از خدا بخواهیم الله تعالی حل بکنه. برای ما این ضایعاتی که برای مردم ایران، ملت ایران، همه مردم ایران پیش آمده، هم مردم تهران و هم مردم تمام شهرستان ها، ما شریک دردیم و همه ملت ایران به منزله خانواده واحد هستند و همه عزاداران برای این ضایعاتی که سنگینی که پیش آمده و کشتار این مردم هزاران مردم که کشته شده است در این حادثه، به هر حال ما این کشتار را به شدت محکوم میکنیم و در این غم و اندوه همه ما خود را شریک میدانیم. مردم استان، مردم همه کشور در این غم و اندوه شریک ملت ایرانند و ما از الله تعالی درخواست داریم که این ضایعات الله تعالی جبران بکنه و الله تعالی آینده روشنی را برای کشور ما بیاره، آنچه که آرزوی ملت ما هست که به عزت برسه، به سربلندی برسه، به خواسته های به حق این مردم الله تعالی همه برآورده بکنه. آرزوی دل ما و خواسته قلبی همه ما هست. و صلی الله علیه